یک مکری زنی لاشه 100 شتر بار باشه. مکری زن آخر ندارد. ولی من با این اندیشه موافق نیستم. من این هنری زنان را خیرد زن نام میبرم. ولی افسوس چی میگوید که این در ادبیات و در فرهنگ سرتاسری عالم با همین نام یعنی مکر زن ثبت یافته و ده ها شاید در زبانهای دیگر اگر توجه کنیم صدها و هزاران اثرهای در این راستا روی کار آمدند که روشنترین آن به زبان فارسی دری تاجیکی دامن 1000 سال مقدم روی کار آمده با نام سینباد نامه. سینباد این قصه است که شاید کلی خواننده های دنیا میدانند، ولی اینجا من از یک قصه آغاز کردنی هم که بواسطه در خراسان بزرگ در افغانستان امروزه 10 سال مقدم در پادومن بام جهان در بدخشان افغانستان شنیدم و میخواهم این لحظه با شما آن را پیشنهاد سازم و در مورد چنین اثرها توجه زیاده که در عالم پیشنهاد می شود در میدان ادبیاتی ما هم فکر شما بیننده های همزبان همزمان را میخواهم دانسته باشم و این خیرد زن این که مکر زن با منفعتی عموم باشد یا به ضرر آن. مرد از مناسبت خیش باشد یا از مناسبت با زنها از گویا رفتار و گفتار کردار پر از حکمت یا که فرند و فریبی زن به تنگ آمده به دنیا می براید و عزم میکند که این پهلوی زندگی زنان را می آموزد، کتابت میکند و آن را به میدان محاکمه پیشنهاد می نماید و بعد سالهای دور و درازی در این و آن گوشه عالم گشتن و جمع آوردن و به خلاصه عمیق آمدن خرجین خود را سر کتف و زادگاه خود برمیگردد که یک روز به چند کاری باز علاوگی مشغول شده از فرارسیدن شام بیخبر میماند و وقتی دمای راه کشیدنی می شود شلپر ماندگی را حس میکند علاوه با این پیش آمدنی شب رو و از چند کسی میپرسد در نزدیک ها کاروان سرای وجود ندارد و به یک خانه سر میزند و وضع خود را به کدبانوی خانه شرح میدهد که از راه دراز آمده است و بسیار مانده و کوفته اگر امکانیت باشد او را برای گذراندن یک شب در خانه خود راه دهند و زن او را خوش قبول میکند، دسترخوان می آراید و در آمدی گویا گپ میپرسد که از کجا میآید، چه حال و احوال دارد و چه مشکلی باز و او از همان دستاورد خود به کلدارش اشاره کرده ابراز می‌دارد که او از پی کشف مکر زن سیاحت دنیا برآمده بود و اکنون با این عمل خاتمه بخشیده به زادگاهش برمیگردد و زن میپرسد که چی به دست آوردی و نگارنده سیاح ابراز می‌دارد که اکنون من تمام سر و اسرار زنها رو یعنی مکر آنها رو از بر کردم، کتابت نمودم و اکنون آن رو در شکل دیوان یعنی که در شکل جلد کتاب الهیده پیشنهادی خواننده های زمان خود میگردانم. زن میگوید که تو به چه خلاصه آمدی؟ موفق شدی در این عمل؟ میگه بله. یگان سر و اسرار نماند؟ جواب میدهد که نه. و زن تبسم میکند میگوید که برادری عزیز، اکا یا شاید دادری مهربان، در این راستا من انیق به شما ابراز میدارم که شما بالکل خطا میکنید. خیرد زن، اندیشه زن یا چی طوری که شما ابراز داشتین، مکر زن انتها ندارد. نه میگه دیگه نماند یگان پهلو. خیلی میلش میگه کار خودتون که من به همین خلاصه آمدم
میگذارد به خانه دیگر، در خط و خال میکند، رنگ و بار میکند، لباس های فاخره پوشیده گشته نزد مرد میدراید و صحبت از این آغاز میکند، نزدیک میشیند و میلی مرد هم به جوش میزند و هم آهسته آهسته دست به زانوی بانو، به دست بانو، به کتف بانو میبرد که همین وقت صدای دروازه میبراید و زن سراسیمه از جا میخیزد، میگه شوهرم آمد. بعد میگه چی باید کنیم؟ نمیدونم. میگه این در این حالی که من آماده شدم، شوهری من بسیار مردی بدجهل است و در دربار شاه خدمت میکند، چون یک حاضر باش و هزار یک بلا را به سر شما آوردن ممکن. برای میگه یگان راه یافتن در کار. چی رو؟ یگان راه گریختن و پنهان شدن هست. بله میگه زن و صندوق نشان میده که از بالاش کرپه ها تل چیندگی. میگه که کرپه را چپه کن. مرد خسته سراسیمه کرپه را چپه میکند. زن کلید از جوان میگیرد و صندوق رو میکشاید و مرد رو اونجا با همو خورجینش پنهان میکند و پوشیده قلف میزند که زن سراسیمه به استقبال شوهرش میبراید. در او را کشوده او را به خانه میخواند و میداره میگه حال احوال این چی حال احوال، این چی رنگ بورای، این چی رفتار و گفتار و کردار در اینی میشه. نه خیلی تو دایم دیر میکنی، در وقتی در کوری به خونه نمیایی. من چند طاقت میکنم، چند انتظار میشوم. همین روز میگه در همین جا نشسته یک پیاله چای گرفته ایستاده بودم که دسترخوان پرتافته رو نشون میده با نوشونه من که یک مردی رهگذر پیدا شد، بسیار سیاه، مردی جوان دیده و بسیار زیبا و تن و توش هم. و اکنون خط و خال کرده ما عیش و عشرت کردنی بودیم که تو پیدا شدی. من کجا شدو؟ خنجر را میکشه از میانش، ما او را حاضر سر از تن جدا میکنم و میگه هیچ جا نرفته است. انا درانی همین صندوق کرپه ها بودن، بولیشت ها بودن، رخت خواب همینجا پرتافته شده. نه اون رو چپه کرده. اکنون مشغول عیش و عشرت بدیم که تو پیدا شدی و او رو در همینجا قلف کردم. انا کلیتش مرحمت. مرد کلیت هم میگیرد با شخص میگه ولی یک لحظه صبر کن. دیدی اکنون که بای دادی میگه سنی مرد، سنی شوهرش با همون قهر و غضب چه خیلی با بای دادم در مناسبتی تو. میگم من و تو شرط کرده بودیم که همه وقت با یکدیگر یگان چیز پنهانی نداریم، سیر و اسرارمون رو با هم دیگر میگوییم و خوش و خرسند زندگی به سر میبریم. انا اکنون در این میان که یک زیب و زینت طلایی به گردن گرفته بودی، اکنون بای دادی و اینجا حاضر جواب میتی. ای تو چند گپی دقل میزنن، یافتی وقتی شوخی و مذاق تا میگه همون خنجر برای خونه هوا میده و از در برآمده به هوای تازه قدم میزنه و زن سراسیمه کلیت رو برداشته در صندوق رو میکشوید که بو تفی مهمون با آسمان برآمده است. هم تر کرده است هم با کیم چی کاری دیگر و با تمامی رگ و پیوندش در لرزه است. بعد میگه با چی خلاص آمدی؟ مکری زن از بر کرده ای؟ بعد میگه نه، هزار یک بخشش اکن راه رو مرا نشونده که از این بلای رو خود را خلاص کنم. بله بیننده عزیز، من هم به همین خلاصه آمدم در همین سین سال، یعنی از 70 عبور کردن که اگر زن مورد شناس، خیرتمند و دانش داشته باشد، هیچ مرد دنیا او را به زانو شنانده نمیتواند. یا اندیشه تو دیگر است بیننده عزیز، اگر مثال داری بیا با میان میاندازیم و محاکمه میکنیم. برای همین اندیشه زن، خیرت زن یا کچتری که در کتابت هزارها سال دوام دارد، مکر زن به انتهاست. در این باره حکمت زیادی هم در میدان فرهنگ و ادبیات ما هست که یکی از روشنترین آنها یک مکر زنی لاشه 100 شتر بار باشه.